سلام، طاهری سفر هستم و در برنامه چشمانداز با شما. امروز درباره مهاجرت صحبت میکنیم، ولی نه درباره جیب و پول مهاجران، بلکه درباره جهان باطنی مهاجران و هم سردی که هم در وطن و هم در روسیه سرد آنها احساس میکنند. کسنیا دیادوروا طراح و عکسبردار جوان از شهر سنت پتربورگ برای آشنایی نزدیک با زندگی و جهان باطنی مهاجران از بدخشان زمستان گذشته به وادی برتنگ رفته و تا یک ماه مهمان ساکنان چند روستای این وادی شده است و حالا میخواهد همه دیده و شنیده هایش را در یک کتاب و فیلم مستند به نمایش بگذارد. کسنیا دیادوروا به رادیوی آزادی گفت مناسبت بد و مهاجران در روسیه او را وادار کرد که برای انعکاس واقعی زندگی این قشر بزرگ جامعه به یکی از گوشه‌های دوردست و سرد تاجیکستان برود. در بینای ما یک خانواده تاجیک زندگی می کند. پدر و پسر این عائله صحن بینا را می روبند. مادر داخل آن را. روز من با این زن روبرو آمدم و دیدم که زنی فوق‌العاده زیباست. فکر کردم که با کمک او می توانم مسئله مهاجرت را باز کنم. او را به گونه دیگری نشان بدهم. من از مناسبت روسیه با مهاجران بسیار نگران هستم و فکر کردم که مسئله مهاجرت را از راه دیگری باز کنم. یعنی آنها را نه با بیل و خلطه سمنت در دست بلکه به شکل دیگر نشان دهم. طرح کسنیا دیادوروا در سردی عنوان دارد و ممکن است نام فیلم مستندش هم بشود. کسنیا عنوان مذکور را از آن سبب انتخاب کرده است که نشان بدهد به مهاجران کاری از روستاهای سردی بدخشان نه تنها طبیعت بلکه مردم هم سردی می کنند. داستان من دو طرفه است. یک قسمش را در پامیر برداشتم و قسم دیگرش را در روسیه. در هر دو جا سردی هست. آنهایی که در پامیر می باشند سردی اقلیم را احساس می کنند و در محیط پاک طبیعی به سر می برند. اما خویشاوندان آنها در روسیه در شرایط اجتماعی سرد زندگی می کنند. طراح و عکسبردار جوان میگوید باطن این مردم به حد قوی است که نه پروای مناسبت سرد در روسیه دارند و نه پروای سردی طبیعت وطنشان. کسنیا دیادوروا از یکی از بدترین جنبه‌های مهاجرت تاجیکان به روسیه مایوس شده است و از آنکه چگونه ده‌ها هزار کودک تاجیک سالهای طولانی با محرومیت زیاد و دور از نوازش والدین به وایه می‌رسند. یک چیزی که بسیار وسیع پهن شده است و به من بسیار تأثیر کرد آن است که به سبب مهاجرت فرزندان به والدین به وایه می‌رسند. فرزندان مهاجران پدر و مادر خود را چندین سال نمی‌بینند. یک خانواده هست که 17 سال پیش از پامیر به مسکو آمده است. زن باردار می شود و برای تولد به پامیر می رود و در آنجا فرزندانش را به دنیا آورده به مسکو برمی گردد. یکی از دختران آنها 6 ساله شده است ولی پدرش او را بار هم ندیده است چون که برای خریدن 2 بلیت پول کافی ندارند. با قول کسنیا دیادوروا شاید این گونه داستان‌های دلرش کننده برای بعضی‌ها فاجعه به نظر برسد که هست، اما برای مهاجران تاجیک یک واقعیت عادی زندگی شده است که از ناعلاجی به آن عادت کردند. با وجود همین گونه محرومیت و هجران و مصیبت به گفته کسنیا دیادوروا مهاجران تاجیک مردم خوشحال و خندان و مردم اجتماعی هستند که از صحبتشان لذت می‌برید. من از آنها هیچ شکایتی نشنیدم. مثلا به یکی از قهرمانهای داستان من ملتگرایان روس حمله کرده در مترو به قفس سینه‌اش با اتورتکا زدند. او تقریبا مرده بود. 1 ماه به حرکت خوابید ولی او را معالجه کردند و او در مسکو ماند. حتی این قصه را به من در بین صحبت و برای خنده گفتند نه برای شکایت. او این حادثه را با خنده قصه کرد و گفت من هیچ چیز را احساس نکردم. وقتی در الکتریچکا نشستم یک زن گفت لباستان خونالود است. ها ها ها. یک بدبختی دیگری که عکسبردار جوان از سنت پتربورگ در جهان باطنی مهاجران تاجیک کشف کرده است قناعتی بیش از حد و نداشتن هدفهای بلند پروازانه است. با گفته کسنیا دیادوروا در بین مهاجران کاری تاجیک در ساختمان‌ها و کار سیاه مشغولند حتی نامزدهای علم هستند ولی با همان کاری که دارند قانع شدند و دیگر سعی نمی‌کنند بالاتر بروند و مقام دیگری برسند. کسنیا دیادوروا عکس‌های زیادی را که در روسیه و بدخشان گرفته است می‌خواهد تا ماه سپتامبر در یک کتاب نشر کند. هدف او از این طرح به قول خودش نشان دادن آن است که مهاجران تاجیک هم مثل دیگران انسان معمولی هستند، نه قاچاقبر، نه جنایتکار و یا آدمی بد.
которые касаются, в частности, таджиков, таджик стал ведь очень нарицательным словом. در میان مهاجران بیشتر تاجیکان را بدنام می کنند. مفهوم تاجیک به یک اسم تبدیل شده است. هر مهاجری گندمگون را تاجیک می گویند، حتی اگر او پاکستانی باشد. در مسکو و سنت پتربورگ قهوه‌خانه های زیادی ازبکی وجود دارد. تاجیکی نیست، اما غذاهای اصلی آنها تاجیکی است. تاجیکستان فرهنگی باستانی و سنت‌های پرمعنا دارد و من می‌خواهم با جهانبینی مردم عادی نشان بدهم که در فلسفه زندگی آنها ثروت زیاد موجود است. تصوراتی که درباره آنها ساختند درست نیست، مثل اینکه به زن خود اجازه نمی‌دهند که از خانه برآید. همه رویمال می‌بندند. جای زیستشان افلاس است، دستانشان را نمی‌شویند، در روی زمین می‌خوابند و یا به اصطلاح چورکا یا که کنده بی‌فهم هستند. کاری من به بعضی اطرافیانم تأثیر کرده است و وقتی از آنها می‌شنوم که دیگر به مهاجران با چشم دیگر می‌نگرند خوشحال می‌شوم. اما ریشه‌کن کردن تصورات غلط دیگر از دست من نمی‌براید، مثل اینکه مهاجران جای کاری ما را می‌گیرند. چرا زندگیشان را در تاجیکستان درست نمی‌کنند و برای چی آنها نگاهی وحشیانه دارند؟ این مسئله بین انسان‌ها نیست که من سر آن کار می‌کنم. این مسئله ها به دولت‌ها، امور سیاسی، ترغیبات ارتباط می‌گیرد که در طرح من اصلاً وجود ندارند. طرح من مناسبت انسان با انسان است. کسنیا دیادارова در صحبت با اندری شری خبرنگار بخش روسی رادیو آزادی گفت هنگام به کار آمدن در سنت پتربورگ به مسافربر نشست و چون دید که راننده‌اش تاجیک است به او شما گفته مراجعت کرد و با راننده با احترام به همچون انسان مناسبت کرد. کسنیا دیادارova طرح مذکور را محض به همین سبب عملی می‌کند که دیگران نیز در روسیه با او پیروی کنند.